a tutti amici di GoToTrain, sono Setare Saved, l'insegnante di italiano ed oggi impariamo la lezione 13 di livello A1. سلام به همه دوستای GoToTrainی، من ستاره ثابت هستم، مدرس زبان ایتالیایی و امروز قراره درس 13 از سطح A1 رو با هم یاد بگیریم. خب تو درس امروز یاد میگیریم تفاوت انکه و نه رو و همچنین صرف سومین نوع فعل‌های ایتالیا، یعنی فعل‌هایی که به ایره ختم میشن رو یاد میگیریم و با این اوصاف دیگه شما هر سه نوع صرف قاعده‌مند ایتالیایی رو تو این جلسه یاد میگیرید و بعد از اون ساعت رو با هم تمرین میکنیم، پرسیدن اینکه ساعت چنده و جوابای مختلفی که این سوال داره. خب قبل از هر چیزی بریم تمرینات جلسه پیش رو نگاهی بندازیم. Usate il verbo piacere e seguenti parole in qualche dialogo. قرار بود طبق قانونهایی که گفتیم فعل پیاچره داره با توجه به این کلماتی که تو این تمرین بهتون دادیم جمله بسازید یا باشون یک دیالوگو بسازید. یه سری کلمات دادیم، میدونم که قانونش رو بلدی، قانون سختی نداد، نمیام معنی این که سری کلماتی رو که احتمالاً ندونید یا اگر سرچ کرده باشید معنی رو این معانی رو با هم مرور میکنیم. شما میتونید بگید می piace il rap یا می piace il calcio. il rap که خب رپ یه نوع موسیقی هستش دیگه. il calcio فوتبال. i fumetti. il fumetto یعنی کتابای کمیک، کتابهای مصور. میتونید بگید می piacciono i fumetti. چرا میگیم می piacciono؟ به خاطر اینکه ای فومتی جمعه، گفتیم پیاچره فقط دو حالت داره، یا مفرده یا جمعه و بستگی به اون چیزی داره که ازش صحبت میکنیم. اگه داشتیم ایل فوماتو یعنی مفرد بود درباره چیزی که داشتیم راجعش حرف میزدیم، فعل اون بعد میشه می پیاچه. اگر جمع باشه یعنی باشه ای فومتی، فعلمون میشه می پیاچونو. La musica classica، موسیقی کلاسیک. Il corso d'italiano یعنی دوره ایتالیایی، کلاس ایتالیایی، زبان ایتالیایی. dormire خوابیدن، cucinare آشپزی کردن. I libri di fantascienza. fantascienza یعنی علمی تخیلی، کتاب‌های علمی تخیلی. فانتازیو هستش، ترکیب شده از دو تا کلمه fantascienza. فانتازیو یعنی تخیل، شنسا یعنی علم. پس فانتاشنسا یعنی علمی تخیلی. لارت مدرنا هنر مدرن. لجره لتو تو تخت، در حالی که تو تخت نشستین یا دراز کشیدین کتاب خوندن. ای فیلم جلی یعنی فیلم های جنایی. ببینید کلمه جلو در لغت یعنی زرد، رنگ زرد، اما توی این ترکیب فیلم هایی که جلو هستن یعنی فیلم های جنایی هستن. اینو یادتون بمونه. پس اینجا یه سری کلمات جدید داشتیم مثل ای فومتی. ایل فومتو میشه کتاب‌های مصور و کمیک. فانتاشنسا علمی تخیلی. ای فیلم جلی که میشه فیلم های جنایی. و با همه اینا و اساس قانون هایی که پیاچره داره میتونید دیالوگو جمله بسازید. خب وارد درس امروز میشیم. اسپریمره اکوردو او دیزاکوردو. دیزاکوردو یعنی بیان موافقت و مخالفتمون. اکوردو موافقت، دیزاکوردو مخالفت. در اینا میخوایم ببینید وقتی ما یک دیالوگایی داریم با یک شخصی، مثلا من میخوام بگم که مثل همین جمله اول، مثال اول سمت چپ، اما پیاچه راک یعنی من از راک خوشم میاد، موسیقی راک خوشم میاد. طرف مقابل من اگه با من موافق باشه از انکه استفاده میکنه. انکه امه میخواد بگه منم همینطور. ببینید جمله مثبته، من دارم میگم از یه چیزی خوشم میاد و طرف مقابلم میخواد اینو تایید کنه، میگه منم همینطور، منم خوشم میاد، از انکه استفاده میکنه. اما اگه من میگفتم امه نون پیاچه راک یعنی من از راک خوشم نمیاد، طرف مقابل من وقتی میخواست بگه منم همینطور، منم خوشم نمیاد، باید از نه انکه استفاده میکرد.
پس فرق انکه و نه انکه در مثبت بودن و منفی بودن محتوایی که داریم میگیم، مثل ایدر و نیدر تو زبان انگلیسیه. انکه‌ای که تو سلام، اینجا کانال یوتیوب اپلیکیشن گو تو ترینه. شما قراره اینجا رایگان، اونم با جدیت و کیفیت یک کلاس حضوری 12 تا زبان زنده دنیا رو یاد بگیریم. ما اینجا قراره هر روز یه قسمت از آموزش ها رو از سطح مبتدی تا پیشرفته برات آپلود بکنیم. اما اگه عجله داری، همه دوره ها به علاوه کلی امکانات دیگه تو اپلیکیشن در دسترسه. آهان، اپلیکیشن رو میتونی از اپ استور، گوگل پلی، بازار و سایت خود گو تو ترین دانلود کنی. برای موافقت در مورد یه چیز مثبت باشه، اونجا انکه به کار میبریم. موافقتمون در مورد یک چیز منفی، مثلا میخوایم بگیم از یه چیزی خوشمون نمیاد، آره منم همینطور، منم خوشم نمیاد، اینجا از نه استفاده میکنیم. این بخش داره اینو بهتون میگه. حالا میخواد بهتون بگه که هر کدوم از این جمله ها، ببینید یه سری سیمبولی متماتیک، یه سری نمادها و سمبول های ریاضی داره براتون. میگه که مثلا ام پیاچه راک داره مثبت میگه، اومده علامت مثبت گذاشته. انکه امه این هم میشه مثبت، یعنی 2 تا حرف مثبت، 2 تا موافقت، داریم اکوردو رو نشون میدیم دیگه. خب میخواد بگه هر کدوم از این جمله ها رو اکوردو و دیس اکوردو بودنشون رو با این سیمبولی متماتیکی مشخص کنید و به این کادرها رو به همدیگه وصل کنید. Collega i dialoghi ai simboli matematici come nell'esempio. مثل نمونه. ببینید ام پیاچه راک مثبته، داره میگه من از راک خوشم میاد. اکوردو داره موافقتش رو نشون میده دیگه، درسته؟ انکه امه یعنی در واقع طرف مقابل داره اکوردوش نشون میده، موافقتش رو نشون میده. اینجا هر دو دارن درباره اینکه از یه چیزی خوششون میاد صحبت میکنن. پس این کادر اول مربوط میشه به این. A me piacciono gli spaghetti. A me piacciono gli spaghetti. A me no. A me no. پس اون گفته من از اسپاگتی خوشم میاد و طرف مقابلش گفته من نه، من خوشم نمیاد. پس یه روشی که با توجه به فعل پیاچره میخوایم بگیم من خوشم نمیاد اینه. این ضمیرها رو میگی، حرف اضافه و اون ضمیر رو میگی و میگید نو. ام نو. پس این اولیش بوده مثبت، دومی بوده منفی. میشه این گزینه. A me non piacciono i libri gialli. میگه من از کتابای جنایی خوشم نمیاد. neanche a me. neanche a me. هر دو خوششون نمیاد و اونی که داره موافقت میکنه میگه آره منم همینطور، منم خوشم نمیاد، چون بافت و فحوای کلام منفیه ما از neanche استفاده میکنیم. اینجا هر دو منفی هم، پس میشه این مورد آخر، به این وصل میکنیم. A me non piace ballare. من از رقصیدن خوشم نمیاد. امه اینورچه سی، ولی اون خوشش میاد، میگه امه اینورچه سی. پس میتونیم بگیم امه نو، امه سی. این وجه هم که گفتم یکی از راههایی که میتونید باهاش مخالفت رو نشون بدید یا جهت بحث رو میتونید عوض کنید. خب امه نون پیاچه بلاره منفی، امه اینورچه سی مثبت. پس میشه این باید بشه منفی، این بشه مثبت، میشه این گزینه. خیلی خوب، این از این مبحث. وارد مبحث بعدی میشیم. یک گراماتیکای جدید داریم که خیلی خوبه که دیگه ما با توجه با این گراماتیکا بحث صرف فعل‌های با قاعده در زبان ایتالیایی میتونیم ببندیم. یعنی اینجوری شما فرصت در واقع شرایط صحبت کردن رو خیلی بیشتر دارید، فعل‌های بیشتری رو از این بعد میتونیم با هم کار کنیم. تمرین‌های صرف فعل بیشتری رو براتون میذارم. خب ببینید در زبان ایتالیایی فعل‌های دسته سوم فعل‌هایی هستن که به ایره ختم میشن، به ایره. و صرف فعل این نوع فعل‌ها دو مدل هستش. یکیشون مثل این هست، مثل فعل دورمیره. ببینید اینفینیتومون هست، مصدرمون هست دورمیره، یعنی خوابیدن. ما بازم میایم ایره رو، یعنی اون سه حرف آخر رو از مصدر حذف میکنیم، ریشه فعل میمونه دورم. خب ایو دورمو، او میگیره اول شخص، بعد از ریشه در فعل هایی که ایره داره او میگیره. تو دورمی، ای اضافه میشه. لوی لی دورمه، ا اضافه میشه. نوی دورمیامو،
noi dormiamo, voi dormite, voi dormite, loro dormono، loro dormono. دیگه الان حفظ کردن اینا براتون خیلی راحته، چون بیشتر صرف فعل‌های قانونی مشخص و پرتکرار در فقط تو بعضی از شخص‌ها هست که تغییر میکنه قسمت‌های آخر فعل. میدونم دیگه الان مثلا حتی آمادگی ذهنی بیشتری رو دارید که فعل‌های ایره رو راحت‌تر یاد بگیرید. پس فعل‌هایی مثل dormire، مثل جزوه‌های حین تدریس رو دیدی؟ چطور میتونی داشته باشیشون؟ همه این جزوات داخل اپلیکیشن موجوده و شما میتونید به راحتی دانلودشون بکنین و حین تدریس ازشون استفاده کنید. کاری که بچه زرنگا میکنن. همه این جزوات توسط اساتید دوره و با نظارت دقیق تیم گوتوترین تهیه و طراحی و تنظیم شدن و در اختیار شما قرار گرفتن. شما میتونید اپلیکیشن رو از اپ استور، گوگل پلی، بازار و یا وبسایت گوتوترین نصب کنید. یعنی شنیدن یا احساس کردن، 2 تا معنی داره. اینها به این روش صرف میشن و راهی که شما باید اینا رو به خاطر بسپارید اینه که حفظ کنید. انقدر از این فعل‌ها استفاده کنید که کم کم تو ذهنتون بمونه که از کدوم قانون تبعیت میکنن. اما این 2 تا فعلی که اینجا داریم جزء دسته دوم هستن. مدل دیگه‌ای هستن که فعل‌های ایره صرف میشن. فعل کاپیره، کاپیره یعنی فهمیدن. Io capito l'italiano. من ایتالیایی میفهمم. یعنی مترجم زبان ایتالیایی میشم، میفهمم. کاپیره. اینها اینجوریه که آخرشون برای اول شخص چنین تغییری میکنه. وقتی ایره رو حذف میکنیم کپ میمونه. خب اول شخصشون یه ایسکو اضافه میشه. Io capisco. Io capisco. Tu capisci. یه ایشی اضافه میشه. Tu capisci. Lui, lei capisce. Noi capiamo. Noi capiamo. یه iamo اضافه میشه. Voi ite اضافه میشه. Voi capite. Voi capite. Loro capiscono. Loro capiscono. پس اینها رو باید یاد بگیرید. یه نکته تلفظی بهتون بگم بچه‌ها. در زبان ایتالیایی صدای که نمیگیم که. مثلا ما تو فارسی میگیم برای مثال کار. که جلوتر برای ما تلفظ میشه، اما در زبان ایتالی که و بعدی خورده حلقی تلفظ کنید. کاپیره، کازا، که. خب این خورده تمرین کنید. پس کاپیسکو، کاپیشی، کاپیشه، کاپیامو، کاپیته، کاپیسکونو. فینیره هم همینطور. فینیره یعنی تموم شدن، همون فینیش هستش. فینیره هم مثل کاپیره صرف میشه. ایو finisco, tu finisci, lui, lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono, loro finiscono. اینجا براتون چند نمونه فعل‌های ایره دار آوردم. ببینید فعل فینیره، تمام شدن. میایم یه خورده با هم دیگه تمرین میکنیم صرف فعلاشو. Quando جای خالی la tua classe. کلاست کی تموم میشه؟ پس میخوایم بگیم کلاست کی تموم میشود، تمام میشود. پس سوم شخص دیگه، درسته؟ سوم شخص مفرد. خب اینجا براتون یه سری مثال از فعل‌های ایره دار آوردیم. فعل اول فینیره. فینیره یعنی تمام شدن. Quando جای خالی la tua classe. Quando la tua classe یعنی کلاس تو کی تموم میشه. اول که این کلمه پرسشی کواندو رو شاید جدا بهش نپرداختیم، ولی تو محتوا جمله هامون خیلی داشتیم. کواندو یعنی کی. پس این کلمه پرسشیه که در مورد زمان به کار میره. وقتی میخوام از زمان بپرسیم میگیم کواندو. پس کواندو اصلا میخوام بگیم تمام میشود. تمام میشود سوم شخص مفرد دیگه، درسته؟ پس فینیره سوم شخص مفرد یعنی la terza persona singolare میشه چی؟ میشه فینیشه. Quando finisce la tua classe? Quando voi جای خالی di studiare. ببینید بعد از فینیره اگه یه فعل دیگه ای بیاد حرف اضافه دی میگیره. میخوایم بگیم کی درس شما تموم میشه. شما کی درستون تموم میشه؟ Quando voi finite di studiare.
خب فعل بعدی اوشیره. اوشیره هم معنی خارج شدن میده، هم معنی بیرون رفتن. معنی بیرون رفتنش رو داشتیم دیگه، تو جلسه پیش داشتیم در مورد عادات و اکتیویتمون صحبت میکنیم، گفتیم مثلا اوشیره کلی امیچی، با دوستان بیرون رفتن، اونجا ازش استفاده کردیم. الان براتون 2 تا مثال آوردم. sempre bello uscire این گروپ، میگه همیشه بیرون رفتن گروهی خیلی خوبه. این جمله رو میشه آوردم به عنوان یه جمله‌ای که ازم قشنگ بود. منظورم نیست که حتما گراماتیکاشو بریم بررسی کنیم. اینجا اوشیره به شکل مصدر به کار میره. فقط میخوام که اون مفهوم بیرون رفتن رو تو ذهنتون بسپارید با این جمله. مثال بعدی، لورو جای خالی کانی سوای امیچی، اونا با دوستاشون میرن بیرون. اوشیره سوم شخص جمعش میشه اسکونو. اما معنی دوم خارج شدنه. خب این مثال رو توجه کنید. یه سری کلمات جدید داره که الان بهتون میگم. se non sei pronto a riceverla. se یعنی اگر، non sei pronto. essere pronto یعنی آماده بودن. essere pronto یا pronta بستگی داره که دارید در مورد اون شخصی که در مورد خودمون اگه حرف میزنیم مؤنث باشیم، مثلا میگیم sono pronta، بعد بگیم دیگه مؤنث کنیم کلمه پرونتو رو، یعنی من آمادم. حالا میگه se non sei pronto a riceverla. ricevere یعنی دریافت کردن. این لا هم داره به یه چیزی اشاره میکنه که الان میگیم به چی. میگه اگه آماده نیستی که اونو دریافت کنی، اگه آماده دریافت کردنش نیستی، la fortuna che entra dalla tua porta، این لا داره به این فورتونا برمیگرده. میگه لا فورتونا یعنی شانس، شانسی که انترا وارد میشه دل تو اپو. چیزایی که گفتیم رو یاد گرفتی؟ خودت رو به چالش بکش. فقط کافیه یه سر به اپلیکیشن گوت ترین بزنی. آخر هر جلسه و دوره یه آزمون کاملا استاندارد مطابق با مطالب تدریسی طراحی شده تا خودت رو بسنجی. حتی میتونی پاسخ درست سوالها رو هم ببینی تا مطمئن بشی همه چی خوب پیش میره. کافیه از اینجا اپلیکیشن رو دانلود کنی. از درت داره وارد میشه، جای خالی دalla finestra. esce dalla finestra، از پنجره خارج میشه. میگه اگه آماده گرفتنش نباشی، آماده دریافت کردن اون شانست نباشی، این شانس که داره از درت وارد میشه از پنجره خارج میشه. یعنی که همیشه باید آماده این باشی که خودتو تو موقعیتی قرار بدی که شانس بیاد سراغت. پس این esce یعنی خارج شدن. فعل بعدی کاپیره. کاپیره که گفتیم یعنی فهمیدن. جای خالی quando io parlo italiano، وقتی ایتالیایی حرف میزنم میفهمی، متوجه میشی، پس تو capisci. این quando رو بچه بین جمله هم میتونیم بیاریم، یعنی وقتی که هست. بعدا به اینها هم میرسیم. خب حالا این در جواب گفته سی، جای خالی se parla lentamente، میگه میفهمم، آره میفهمم، ولی اگه آرومتر حرف بزنی. lentamente یعنی به آرامی، پس این یادتون باشه، parla lentamente. پس سی capisco. se اگر parla lentamente. non جای خالی le tue parole. le tue parole بچه این باید پارole باشه، خورده اشتباه تایپی بود. پس حالا اگه اینو اول شخص بگیم که احتمالا اول شخص باشه، میگه non capisco le tue parole، حرفاتو نمیفهمم. پارole که خوب میشه لغت، کلمه، اما اینجا تو این مضمون معنی حرف میشه به طور کلی. پس میخواد بگه non capisco le tue parole، حرفتو نمیفهمم. جای خالی le tue parole. پارole بچه اینجا یه سری ایراد تایپیه، حروفش جابجا شده. پارole خواهد بگه من حرفتو نمیفهمم. پارole در لغت که خب یعنی لغت، یعنی کلمه، اما اینجا معنی حرف میده، اون چیزی که به زبون میاد. میخواد بگه من حرفاتو نمیفهمم. پس باید بگیم non capisco le tue parole. non capisco le tue parole. فعل بعدی dormire.
دورمیره که میدونید یعنی خوابیدن. ایو دورمو پوکو، میگه من کم میخوابم. ایو دورمو پوکو. کوندو جای خالی دی سولیتو. و تو پرانتز براتون مشخص کردم که با چه ضمیری بگید. کوندو دورمی دی سولیتو، معمولا کی میخوابی؟ فعل بعدی سنتیره. ببینید این فعل 2 تا معنی داره. معنی اولش یعنی گوش کرد، یعنی شنیدن. با گوش کردن فرق میکنه. پس یه تفاوت و شباهتی در واقع داره با فعل اسکولتاره. اسکولتاره شما با هدف گوش میدید. خب یعنی میگم اسکولتال دیالوگو، میگم به این دیالوگو گوش کنید. خب اما سنتیره چیزی که برامون اتفاق میفته، ما میشنویم، سر و صدای اطرافمون رو میشنویم. پس اسکولتاره رو با دقت و توجه، یعنی یه امر آگاهانه است، اختیاریه. خودمون یه کاری میکنیم که اسکولتاره کنیم، یا موزیک هستش یا هر چیزی که میخوایم اراده کنیم که اون رو بشنویم. خب این توی این معنا پس با اسکولتاره شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داره. اما معنی دیگه‌ای که سنتیره داره همون فیل انگلیسی هستش، یعنی احساس کردن. خب حالا بریم تو جمله معنیشو ببینیم. Che bello è sentire il rumore della pioggia. میخواد بگه چقدر زیباست شنیدن صدای بارون. شنیدن صدای بارون. پیوجا، لا پیوجا یعنی بارون. روموره صدا، سر و صدا. پس میگه که بلو چقدر زیباست. سنتیره. سنتیره خب اینجا تو معنا یه جوریه که باید به حالت مصدر بکار. یه سوال، آخرین چیز رایگانی که داشتی چی بود؟ به نظرت لازمه دوباره یادآوری کنم که استفاده از این اپلیکیشن کاملا رایگانه. علاوه بر ویدیوهای آموزشی، جزوه لغات و گرامر و کلی آزمون دیگه هم داره. من جای تو بودم یه نگاهی بهش مینداختم. از اپ استور، گوگل پلی، بازار و وبسایت گوتوترین میتونی دانلودش کنی. پس چقدر زیباست شنیدن صدای بارون. مثال دوم، ایو جای خالی اونا سترانو روموره. میگه من یه صدای عجیبی میشنوم. پس میشنوم سنتیره مثل دورمیره، جز فعلای دسته اول صرف میشه. ایو سنتو میشنوم، اونو سترانو روموره یه صدای عجیبی میشنوم. اما معنی دومش که معنی احساس کردنه، اینم مثالشه. ببینید noi sentiamo troppo caldo. caldo یعنی گرم، گرما. troppo یعنی زیاد. میگه ما خیلی احساس گرما میکنیم، خیلی گرممونه، خیلی احساس گرما میکنیم. perciò بنابراین apriamo la finestra. بنابراین پنجره رو باز میکنیم. apriamo یه فعل ایردار دیگه است، یعنی اپریره. اپریره یعنی باز کردن. مخالفش میشه یا کنتراریوش میشه کیودره، یعنی بستن. خب پس پرچو هم یعنی بنابراین. پس noi sentiamo troppo caldo perciò apriamo la finestra. مثال بعدی ایو جای خالی که il caffè senza zucchero è amarissimo. میخواد بگه که این قهوه بدون شکر خیلی تلخه، خیلی خیلی تلخه. amarissimo یعنی خیلی تلخ. senza zucchero یعنی بدون شکر. میگه ایو سنتو، میگه حس میکنم، احساس میکنم که این قهوه بدون شکر خیلی خیلی تلخه. این از این بچه چند تا نمونه از فعل‌های ایردار بود. اما میرسیم به مبحث بعدی، یعنی پرسیدن این که ساعت چنده و اینکه چطوری جواب بدیم. ببینید ما میتونیم این دو جمله رو برای پرسیدن ساعت استفاده کنیم. میتونیم بگیم که اوره که اوره سونو. ببینید کلمه اوره یعنی ساعت. خب میرسیم بچه به این وارد مبحث ساعت میشیم، اینکه چجوری در مورد ساعت بپرسیم و چجوری جواب بدیم. که اوره یعنی ساعت چنده، که اوره سونو این هم یعنی ساعت چنده. ما از هر کدوم از این جمله ها میتونیم تو سوال استفاده کنیم. الان تفاوتشون رو میگم. ببینید اوره یعنی ساعت، ساعتی که به زمان مربوط میشه. اما اورولوجو ساعت در واقع مادیه، این وسیله ساعته که مثلا به دستمون میبندیم یا حالا آویزون میکنیم. درسته؟ خواستم تفاوت اینو بهتون بگم. کلمه تمپو، ایل تمپو هم که یعنی زمان. خب ما
این 3 تا کلمه که به این مفهوم مربوط میشه خواستم آشنا بشید. خب سوالمون اینطوریه، میخوایم بگیم ساعت چنده. از کلمه پرسشی که استفاده میکنیم، میگیم که ساعت، اینجا اوره رو باید به کار ببریم. حالا یا میتونیم بگیم فعل مفرد براش به کار ببریم یا فعل پلورال یا فعل جمع میتونیم به کار ببریم، فرقی نمیکنه که اوره یا که اوره سونو. اما جوابی که میدیم کاملا بستگی داره اون ساعتی داره که داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید اگه ساعت 1 باشه، 1 مفرد سینگولر هستش، بنابراین براش فعل مفرد استفاده میکنیم، یعنی اسره بعد بشه ا. عدد 1 اونا بودش دیگه، درسته؟ اما چرا ما میگیم اونه تو ساعت؟ چون ما تو ذهنمون داریم به اوره فکر میکنیم دیگه. اوره یعنی ساعت، یک کلمه فمینیل هستش. بنابراین اعداد و هر کلمه‌ای که داریم به کار میبریم که به این اوره مربوط باشه، این هم باید فمینیله باشه. بنابراین اونو که میشد عدد 1 در اینجا تطبیق پیدا میکنه لحاظ جنسیت با اوره، پس میشه اونه. و کار بعدی که بعد انجام بدیم، پس صرف فعل داشتیم، عدد رو به کار بریم، حالا حتما ارتیکل رو باید قبلش بیاریم. خب اونو مفرده میشه لونه، ال اپوستروفو میگیری چون با وکال شروع شده. لونه یعنی ساعت 1. پس فعلمون مفرد ارتیکلو با عددمون. اگه هر ساعتی خب غیر از 1 حالت جمع داره دیگه، فقط 1 مفرده. مثلا اگه ساعت 2 باشه، حالا فعل اسرمون رو باید حالت جمع به کار ببریم. پس اسره میشه سونو. 2 هم که خب 2 عدد رو می نویسیم و ارتیکلش حالت جمع پیدا میکنه، میشه ل. چرا جمعش فمینیل هستش؟ گفتم به اوره باید فکر کنیم. لا اوره مفرده، جمعش میشه ل اوره. پس ما حالا به این عدد که به جای کلمه اوره اومده باید فکر کنیم و لحاظ جنسیت و جمع و مفرد بودن باید با اون تطبیق پیدا کنه. پس میشه سونو ل دوه. سونو ل دوه. مثال بعدی، حالا خب این ساعتایی بود که دقیقه نداشت، خیلی خب مستقیم، یا ساعت 1 بود، 2، 3، این ساعتهای روندی. اینو از من نشنیده بگیر، ولی قراره هر 5 دقیقه یه بار منو ببینی. پس اگه میخوای آموزش رو بدون من ببینی، همین الان اپلیکیشن رو دانلود کن، چون تو اپلیکیشن خبری از من نیست و میتونی با خیال راحت ادامه بدی. از کجا دانلود کنی؟ اپ استور، گوگل پلی، بازار و وبسایت گوتوترین. حالا میخوایم ببینیم با دقیقه ها چجوریه. الان ساعت 2 داریم، درسته؟ عددش رو براتون بنویسم. این ساعت رو میتونیم به 2 حالت بگیم، مثل فارسی ما یا میگیم ساعت 2:15، خب، یا میگیم 2:15 است. ربع میشه اون کوارتو. 1 ربع در زبان ایتالیایی میشه این کلمه، اون کوارتو. اون کوارتو. پس میخوایم بگیم 2 میشه سونو ل دوه اون کوارتو. 2 رو که بلدیم، پس سونو ل دوه و 1 ربع، دوه اون کوارتو. یا به جای اون کوارتو دقیقه رو میگیم، کویندیچی. سونو ل دوه کویندیچی. پس بچه ها 1 ربع میشه اون کوارتو، یا با دقیقه میگیم 2:15 میشه سونو ل دوه کویندیچی. حالت دوم، پس بچه ها اول ساعت رو میگید، وقتی میخواین دقیقه رو بگید میگید و اون کلمه، اون عدد دقیقه رو میگید، خیلی راحته. الان 2:25 سونو ل دوه، تا اینجا شده میگیم 2 و حالا 25 میشه 25، به همین راحته، سونو ل دوه 25. حالا 2:30 هم همینطور، ما تو فارسی میگیم ساعت 2:30 یا 2:30 است. نیم چی میشه؟ متسا. در واقع اصل کلمه بوده متسو، با اوره تطبیق پیدا کرده و شده متسا. خب سونو ل دوه متسا، ساعت 2:30. حالا 2:30 چی میشه؟ سونو ل دوه ترنتا. سونو ل دوه ترنتا. پس اون کوارتو میشه 1 ربع، متسا میشه نیم، یعنی نیم ساعت.
حالا اینها برای وقتی بود که ببینید ساعت رو اگه اینجوری تقسیم کنید، برای طرف راستش ما معمولا دیگه همون اعدادی که میبینیم و میگیم، مثلا میگیم 2:25 است. معمولا وقتی میام به نیمه دوم ساعت نزدیک میشیم، مثلا میگیم 20 دقیقه به 3، 20 دقیقه مثلا به 3 مونده. کمتر پیش میاد که بگیم 2:40 دقیقه میگیم ما، ولی اون حالت هم خیلی رایج تره توی این بخشی، مثلا میگیم 20 دقیقه به 3. حالا اینو میخوایم بگیم تو ایتالیایی چطوری میگن. اول میگیم کل الان این ساعتی که اینجا داریم تو این تصویر میبینید دقیقاً 20 دقیقه به 3 هستش. خب یا ما میتونیم بگیم ساعت 2:40 است که اینو بلدیم. ساعت رو میگیم یه دونه ا میاریم و بعد دقیقه رو میگیم sono le 2:40 یا ساعت 2:40 است. حالا میخوایم بگیم 20 دقیقه به 3 میگیم sono le 3 meno 20. میخوایم بگیم ساعت 3 کمتر از 20. sono le 3 خب منو یعنی کمتر 20. ساعت 3 20 دقیقه کم داره. اینجوری تحت لفظی دارم بهتون میگم. پس sono le 3 meno 20 یعنی 20 دقیقه به 3. حالت دوم، حالا اگه یه ربع کم باشه دیگه اینو بلدین. sono le 3 meno un quarto، یه ربع به 3. حالا یا میتونیم بگیم sono le 2:45، ساعت 2:45 است. این از این بچه ها. به قانون آخرم برسیم، یه جمع‌بندی میکنیم. اگه ساعت 12 ظهر باشه میگیم mezzo giorno، ظهر جورنو که میدونیم روز. متسو گفتم معنی نیم و نصف میده. نیمه روز میشه همون ظهر. متسو جورنو فعلا مفرد میگیم. اگه 12 شب باشه میشه متزانوته. یعنی نیمه شبه. ببینید نوت ارتیکولوش هست لا، نوت فمینیله هستش. متسو مؤنث شده وقتی ترکیب شده متزانوتو. جورنو مسکیله هستش. پس متسو باید از لحاظ جنسیت باش تطبیق پیدا کنه، میشه متسو جورنو. پس یه دور جمع بندی کنیم. اگه ساعتمون روند باشه 1 2 اینها باشه، عدد فقط خب یکه که مفرده، پس فعل استره رو مفرد میارین، ارتیکولو میارین و اونو باید بشه اونا بخواد. نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، 12 تا. باورم نمیشه این اپلیکیشن 12 تا از زبانهای زنده دنیا رو از سطح مبتدی تا پیشرفته آموزش میده. اونم رایگان. انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی، عربی، چینی، ژاپنی، کره‌ای، اسپانیایی، حتی ترکی استانبولی، روسی، فارسی. دیگه چی میخوای؟ از اینجا نصبش کن. اورایی که گفتیم لونا به همین سادگی. ساعت 3 باشه میگیم سونو ل 3، ارتیکل جمع مؤنث میاریم با اون عدد با فعل استره که جمعه. اگه 2 ربع باشه یا میتونیم بگیم که sono le 2 un quarto، یا میتونیم بگیم که 2:15. sono le 2:15. یه حالت دیگه sono مثلا 2:25 است، خود ساعت رو میگید بعد میگید اون دقیقه رو میگید sono le 2:25. 2:30 یا 2:30، نیمو از متسا استفاده میکنه. sono le 2 e mezza، sono le 2:30. خب حالا اگه ساعت 2:30 باشه گفتیم یا میگیم 2:30 که میشه sono le 2 e mezza، یا sono le 2:30 میشه 2:30. پس متسا و اون کوارتو رو یادتون نره. و میخوایم بگیم 1 ربع مونده، این میگیم که ساعت 3 مثلا 1 ربع ازش مونده میگیم منو، مثلا sono le 3 meno un quarto. خب 1 ربع ازش مونده، یا دقیقاً دقیقه هاشو میگیم، مثلا sono le 2:45، ساعت 2:45 است. و دقیقاً این مثال هم همینه، فقط منو رو براتون دوباره تکرار کرده. ساعت 12 ظهر میشه متسو جورنو، 12 شب متسا نوته. خب بچه‌ها مباحث امروز تموم شد. ساعت ها رو تمرین کنید. یه سری تمرین ساعت و تمرین صرف فعل هایی که به ایره ختم میشن براتون گذاشتم. میدونم که بلدید ساعت ها، اصلا نترسید، تمرین کنید، خیلی راحته، میدونم زود راه یاد میگیرید. خب میبینمتون. خداحافظ. ادیا.